این هم نمایی از بندر امام خمینی، اسکله 16 تی 16 یعنی انبار 16 و به به چه جایی. خدا ما مسئولامون واقعا خیلی زحمت میکشن. این کشتی هم که داری میبینین تخلیه داره و داره بار ذرت تخلیه میکنه. به 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 به، عجب کشور زیبایی داریم ما و واقعا که حیفه دست کسانایی افتاده که کار بلد نیستن و نمیتونن درست کار انجام بدن. از خدا میخوام که هر چی سریعتر همه چی درست بشه. این کانتینر هم که میبینین مال ترمینال کانتینریه و انشاءالله که در کلیپ های بعدی خواهم گفت.